کلئوپاترا، یک ملکه، یک اقواگر، یک الهه زنده با شهرتی که افسانه‌ای شد. کلئوپاترا جاذبه جنسی داشت، باهوش بود، قدرتمند بود و از این رو تاریخ نتیجه گرفت که حتما با دردسر مواجه میشه. زاده شده در خاندانی آلوده به روابط نامشروع و قتل. مطالعه تاریخ این خاندان یعنی بررسی رقابتی طولانی مدت و خونین برای به دست گرفتن قدرت. او جوری سزار قدرتمند را اغوا کرد و عاشق مارک آنتونی هوسباز شد. این بزرگترین داستان عشقی که تا به حال روایت شده. ماجرای حقیقی کلئوپاترا از تمام تراژدی‌های شکسپیر یا داستان‌های رمانتیک هالیوود مهیج‌تر است. اون آماده بود هر وقت شرایط حکم می‌کرد هر کسی رو بکشه، اغوا کنه یا باهاش رابطه داشته باشه. این داستان مادری است مهربان، قاتلی سنگدل، سیاستمداری بی‌رحم و ستاره‌ای کاریزماتیک. اون قابلیت